به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. جلسه 20 از شیمیومیدو در خدمتتون هستیم. جلسه قبل فصل جدید رو شروع کردیم به نام اصول ترمودینامیک شیمیایی. این بحث رو این جلسه ادامه میدیم. در جلسه قبل در مورد آنتروپی آخرین مطلبی رو که صحبت کردیم، آنتروپی رو صحبت کردیم. گفتم که قراره یه فرمول رو به شما بگم که دلتا جی برابر است با دلتا اچ منهای تی دلتا اچ. ببینید این فرمول اصلی ترمودینامیک هست، چون دلتا جی مشخص کننده انجام پذیر بودن یا انجام ناپذیر بودن یه واکنشه. بنابراین ما این واکنش رو، این فرمول رو همیشه به عنوان فرمول اصلی برای ترمودینامیک شیمیایی در نظر میگیریم که بهش میگن انرژی آزاد گیس یا همون دلتا جی هست. این دلتا جی، حالا نگاه کنید اینجا از این توضیح دادم، حالا میخونم. زمانی که دلتا جی منفی باشد واکنش خود به خودی و این حالت زمانی به وجود میآید که یا دلتا اچ منفی باشه و یا اینکه مقدار دلتا اچ مقدار زیادی باشه. خب دقت کنید، اگه دلتا اچ من منفی باشه خب کمک میکنه به من که دلتا جی منفی بشه. خب این خودش دلتا اچ نه تنها دمادر ضربه بلکه عدد منفی تو ضربه. پس اگه دلتا اچ من مثبت باشه و مثبتش هم بزرگ باشه باعث میشه که دوباره دلتا جی من منفی بشه. درسته که عدد منفی قبل از دلتا اچ هست. پس چه زمانی دلتا جی من منفیه؟ یا اینکه دلتا اچ من منفی باشه، یعنی واکنشم گرماده باشه. اگه یادتون باشه تو جلسه قبل گفتیم که کیویی که تو واکنش‌های گرماده و گرمازی رو بهتون نشون دادم، زمانی که واکنش گرماده بود کیو یا دلتا اچ من منفی بود. پس زمانی معمولا انرژی آزاد گیس یا دلتا جی من منفی هست و واکنش خود به خودیه که دلتا اچ هم چی باشه؟ منفی باشه. این از یه طرف. از طرف دیگه هم دقت کنید که اگه دلتا اچ من مثبت باشه، یعنی آنتروپی رو به افزایش باشه، درسته؟ یعنی ما با افزایش بی‌نظمی آنتروپی همراه باشه، اینم باعث میشه که دلتا جی من منفی بشه. زمانی که دلتا جی مثبت باشه واکنش غیر خود به خودی و این حالت زمانی به وجود میاد که یا دلتا اچ مثبت بزرگی باشد و یا اینکه مقدار دلتا اچ مقدار کوچیکی باشد. خب معمولا واکنش‌های خود به خودی هستند که دلتا اچ منفی داشته باشند. تو پرانتز نوشتم گرماده باشن، همون که توضیح دادم خدمتتون. و آنتروپی مثبت، یعنی دلتا اچ شما مثبت باشه و بی‌نظمی در حال افزایش باشه. معمولا اگه هر دو تا و این صورت باشه که ما اصلا شک نمی‌کنیم و می‌بینیم واکنش ما خود به خودیه. اما اگه یکیش درست باشه یکی دیگه عکس اون باشه، شما باید ببینید که کدوم یک مقدارش زیادتره. مثلا اگه واکنش شما گرماده بود اما آنتروپی مثبت نبود، باید ببینید مجموع این دوتا با هم دیگه حالا بالاخره دلتا جی رو منفی میکنه و یا مثبت، که میتونید بعداً ببینید که اگه منفی کرد بگید که واکنشتون خود به خودی انجام میشه. به عبارت دیگر میتوان بیان کرد واکنش‌ها متمایل به رسیدن به مینیمم در انرژی هستند و همچنین متمایل به رسیدن به ماکسیموم در بی‌نظمی هستند. این هیچ فرق جملاتش با هم دیگه نمی‌کنه. ما دوست داریم دلتا که اون منفی باشه، یعنی مینیمم باشه، مینیمم انرژی، و ماکسیموم بی‌نظمی یا همون آنتروپی داشته باشه. یه مثال براتون زدم، گفته مقدار دلتا جی صفر واکنش زی رو پیدا کن. درسته؟ واکنش رو داده 2 تا NO به اضافه O2 میده 2 تا NO2، هر سه تاش هم گازی هستن. خب موازنه هم انجام شده. داده های دیگه ای که بهمون داده این بوده که دلتا جی صفر NO2 رو داده 51 و 84 صدم، دلتا جی صفر NO هم داده. خب دوباره دلتا جی صفر O2 رو ندادن، مثل همون قسمتی بود که اسم مورد بررسی قرار میدادیم. میگفتیم که آنتالپی های تشکیل استاندارد عنصرها صفرن، دلتا جی صفر عنصرها هم صفره. درسته؟ پس هم برای دلتا جی و هم برای دلتا اچ باید حواستون باشه عنصرها رو دیگه در نظر نگیریم.
خب شما قبل از اینکه از اون فرموله برید من به این روش گفتم نگاه کنید شما فرمولتون به این روش به این حالت بود درسته دلتا جی برابر است با دلتا اچ منهای سی دلتا اچ. اما من دارم الان بهتون یاد میدم که دلتا جی فقط از اون روش به دست نمیاد از روش‌های دیگه هم به دست میاد. حالا اینو که توضیح دادم حتما یه مثالم از اون سمت میزنم براتون. خب مثلا شما میگه دلتا جی صفر اینو به دست بیار دیگه. خب داده‌ای که بهتون داده برای هر نمونه‌ای به هر ترکیبی بهتون داده که دلتا جی صفر چنده. خب شما خیلی راحت میتونید دلتا جی صفر کل واکنش رو به دست بیارید. میگید فراورده ها منهای مواد اولیه. خب فراوردهتون NO2 خب ضریب 2 داره. میگید 2 تا دلتا جی صفر چی؟ NO2 منهای خب O2 هم که حساب نیست مواد اولیه‌تون هم ضریب 2 داره. 2 تا دلتا جی صفر NO داریم درسته؟ پس دیگه یه بقیه‌اش رو اینجا نوشتم دلتا جی صفر O2 هم برابر با صفر. خب محاسباتش رو فقط جایگزینی می‌کنید دیگه. دلتا جی صفر میشه 2 تا NO2 رو این عدد داده منهای 2 تا NO رو هم این عدد داره که جایگزینی می‌کنید و دلتا جی صفرتون به دست میاد. پس دلتا جی صفرتون میتونه از دلتا جی صفر ترکیب‌های مختلف تو واکنش هم به دست بیاد. یه مثال دیگه زدیم براتون. گفتم که تغییر آنتروپی استاندارد یا همون دلتا اچ صفر برای تشکیل 1 مول HCO از عناصر آن را محاسبه کنید. سپس دلتا جی صفر HCO رو هم تعیین کنید. خب چیزایی که حالا اطلاعاتی که به شما دادن یکی دلتا اچ صفر HCO یعنی آنتروپی تشکیل استاندارد HCO رو بهتون عدد دادن. حالا اسمهای مختلف هم بهتون دادن. آنتروپی HCO رو دادن، آنتروپی HC رو هم دادن، آنتروپی O2 رو هم دادن. اولین کاری که شما میکنید مثال شما بهتون واکنش رو نداد. پس واکنش رو خودتون باید حدس بزنید چی هست. البته سخت هم نیست. نگاه کنید گفته یه واکنش که تشکیل HCO بشه. یعنی محصول شما باید HCO باشه. خب خود گفته از عناصر تشکیل دهنده اون. اگه HCO از چی ساخته شده؟ از H3 ساخته شده که معمولا جیره به صورت مایع هستی من ال گذاشتم و از اکسیژن تشکیل شده. خب اکسیژن هم که مولکول اکسیژن دیگه O2. پس من میگم H3 به اضافه O2 میشه H2. خب بخوام موازنه کنم یه دوم میگیره در صورتی که من تصویر رو برای موازنه قبول ندارم. باید هر واکنش رو در 2 ضرب کنم که برای من تصویر دیگه نداشته باشه. خب این در 2 ضرب میشه. این یک دوم هم که در 2 ضرب بشه میشه 1 که حالا من یک رو دیگه توی واکنش به کار نمیبرم. HCO هم که ضریبش میشه 2. خب حالا من واکنش رو به دست آوردم. ببینید اول دلتا اچ رو از من میخواد. خب دلتا اچ رو من راحت میتونم از اچ‌هایی که خودش تک تک بهم داده به دست بیارم. چطور به دست میاد؟ دلتا اچ هم مثل همونه. میگه فراورده ها منهای واکنش دهنده ها. اینجا فراورده من ضریب 2 داره. پس میشه 2 تا آنتروپی HCO منهای حالا مواد اولیه. فقط آنتروپی برعکس دلتا اچ و دلتا جی برای عنصرها هم عدد داره. اینو فقط خوب به خاطر بسپارید. پس این برای عنصرها هم عدد داره و من هم برای O2 عدد دارم هم برای H3. پس میگم منهای تو فروشه میذارم که بدونم منفی توی همش ضرب میشه. خب H3 هم ضریب 2 داره. 2 تا H H3 به اضافه H O2 که این دیگه ضریب نداره. خب دیگه جایگزینی میکنم. HCO که گفته 72 یه 2 داره منهای بقیه من که جایگزینیش رو انجام میدم. جواب من در میاد این مقدار منفی 15.8 جول برای کلوین. خب نگاه کنید چون که همه اسهایی که به هم داده جول بر روی کلوینه برای دلتا اچ هم در میاد جول بر روی کلوین. اما خب دقت کنید ما قرار این دلتا اچ رو توی این معادله به کار ببرم که دلتا جی رو به دست بیارم. خب دلتا اچ رو من لازم دارم، دلتا اچ هم لازم دارم. خب دلتا اچ خودش به هم داده میشه منفی کیلوژول بر مول. پس چون این کیلوژوله بهتره که من اینم راحت به کیلوژول تبدیل کنم و بعد بذارم توی فرمول. اینو خیلی دقت کنید. معمولا دانشجوها زیاد دقت نمی‌کنن.
شما میتونید این رو هم به جول تبدیل کنید بذارید. بالاخره باید یه واحد باشن که ما بتونیم جمع جبرش رو انجام بدیم. یا این رو به جول تبدیل کن بذارید توی فرمول، یا اینکه این کیلوجول رو این جول رو به کیلوجول تبدیل کنید و بعد بذارید توی فرمول. پس هر دو باید فرمولشون یکی باشه. پس حتما به حالا اون واحدهایی که بهتون میگن دقت کنید که این مورد رو خیلی ساده است، اما اشتباه نکنید برای جواب آخر. خب حالا چرا دلتا اچ هاش او رو فقط داده؟ خب نگاه کنید این عنصر اینم عنصره، چون هر دو عنصرن، هر دو دلتا اچ یا آنتالپی تشکیل استاندارد ندارن و چون ندارن ما به جاشون صفر میذاریم دیگه. پس فقط آنتالپی تشکیل استاندارد هاش او نیازه که فقط هم همون رو بهم داده. پس من دلتا جی صفر رو از فرمول میتونم به دست بیارم. یکیش میشه دلتا اچ رو که بهم داده جاش میذارم منهای تیمم که خودش گفته شرایط استاندارده. وقتی شرایط استاندارد باشه یعنی که دمای من 25 درجه سانتیگراده، دمای 25 درجه هم که همون 298 کلوینه، حتما باید بر حسب کلوین باشه. خب دلتا اچ رو من اینجا به دست آوردم دیگه و حد کیلوجول میذارم که با اون دلتا اچ با هم از نظر واحد یکسان باشن. خب این رو هم میذارم دیگه، جوابش رو خودتون به دست بیارید. بس باز دقت کنید بر منفی و مثبتات که برای جواب اشتباه به دست نیارید. خب یه مثال دیگه آوردم براتون. برای تبخیر متیل الکل دلتا اچ صفر رو بهتون داده، دلتا اچ صفر هم بهتون داده. خب این کیلوجول باز این جول باید حواستون باشه، اگه خواستید بذارید حتما هم واحد کنید. در دمای 25 درجه سانتیگراده یه فرض کنید مقادیر با افزایش دما تغییر نمی‌کنن و دلتا جی صفر شما صفره. حالا نقطه جوش متیل الکل رو محاسبه کنید. خب شما باید این نکته رو دقت کنید و اون نکته رو من به صورت قرمز نوشتم براتون. زمانی که دلتا جی صفره بدین معنی که سیستم در حال تعادله و دما همون نقطه جوش متیل الکله، همین دمایی هست که اینجا به دست میارید. زمانی که دلتا جی شما صفره این دمای میشه دمای نقطه جوش. پس این رو دقت کنید. چرا این اتفاق میفته؟ چون دلتا جی صفر نشون میده که این سیستم در حال تعادله. خب چه زمانی در حال تعادله؟ زمانی که نقطه در حال جوش باشه. پس هر وقت دلتا جی صفره حواستون باشه اون دمایی که بهتون نشون میدن دمای جوش اون ماده. پس این نکته رو حتما به خاطر داشته باشید. خب متیل الکل هم که CHCOH هست، شما میگه تبخیر میخواین بکنید، یعنی از حالت مایع تبدیل کنید به حالت جامد. یعنی این واکنش برگشت پذیر شما گفته که بیاید و دمای جوش رو به دست بیارید. خب ما هر مقداری داره جایگزین میکنیم دیگه. دلتا جوش خودش گفته صفره، دلتا اچ هم که بهمون داده همون بر حسب کیلوجول می‌نویسیم، منهای جای سی حالا سی به عنوان مجهولمون هست دیگه میذاریم و دلتا اچمون هم که همون 111 جوله که من میگم 111,000 کیلوجول برای کلوین. خب جواب سی رو به دست میارم میشه 337 کلوین و حواستون باشه که 337 رو باید 273 رو ازش کم کنید که درجه شما بر حسب درجه سانتیگراد به دست بیاد. به دست میاد 64 درجه سانتیگراد که همون نقطه جوش متیل الکله. خب مورد بعدی انرژی آزاد گیس و تعادل هست که میخوایم بررسیش کنیم. انرژی آزاد گیس که همون دلتا جی بود، میخوایم ببینیم توی تعادل چه اتفاقی برام میفته. تعادل رو که شما زیاد توی فصل اول دوم براتون توضیح دادیم. میخوایم که سیستم تعادلی یا همون ثابت تعادل چه ربطی به دلتا جی داره. میتونیم از فرمول دلتا جی برابر است با منفی RTLNK استفاده کنیم. LN هم که میدونید شبیه به لود هست، مثلا یه نوع خاصی از لود هست. خب حالا ما برای که شما اذیت نشید اومدیم اینو به لود تبدیل کردیم که برای تو مسائل حالا اذیت نشید. R رو که میدونید همون ثابت گازات 8.314، T هم که همون دما بر حسب کلوین هست و K هم که همون ثابت تعادل هست. خب میگه حالا اگه تو این فرمول در فرمول فوق اگر R رو عددش رو بذاریم مثلا عدد گذاری شما، یعنی همون 8.314 رو بذاریم، دما هم که 25 درجه در نظر بگیریم که بر اساس کلوین میشه 298
و ln هم به لود تبدیل کنید. تبدیل چون توی عددی رو اضافه کنید ln به لود تبدیل میشه. خب اینو تبدیل کنیم میتونیم به این فرموله برسیم دلتا جی برابر است با یک عدد ثابتی در لوگ کام. درسته؟ پس من ln رو برای شما تبدیل کردم به لوگ که برای حل مسئله دیگه مشکل نداشته باشیم. درسته؟ خب منفی که سر جاشه نگاه کنید آر و تی رو دیگه حذف کردم، عدد گذاشتم جاتون، ln هم تبدیل کردم به لوگ. پس شما میتونید این فرمول رو حفظ باشید برای تبدیل انرژی آزاد جسم و تعادل و رابطه‌شون با هم دیگه. درسته؟ پس دلتا جی میشه منفی یه عدد خاص 5.709 لوگ کا. یه مثال ازش حل کنیم. کای پی، خب میدونید که کای پی یه بار توضیح دادم خدمتتون، یعنی ثابت تعادل گاز رو میخواد محاسبه کنه، پی رو کای کنم، پی یعنی فشار. درسته؟ پس کای پی همون کای یا ثابت تعادل هست، هیچ فرقی با هم نمیکنه. پس اون گازه کای پی گذاشته. کای پی معادله واکنش زی رو در 5 درجه سانتیگراد محاسبه کنه. خب این واکنش برگشت‌پذیره، پس ثابت تعادلی داره. حالا دیگه ثابت تعادل رو از راه انرژی آزاد جسم به دست بیاریم. دلتا جی صفر SO3 رو داده، دلتا جی صفر SO2 رو هم داده. O2 رو چرا نداده؟ چون عنصره. خب شما از این دو تا عددی که بهتون داده راحت میتونید دلتا جی صفر واکنش رو به دست بیارید. میشه فراورده منهای مواد اولیه. یعنی دو تا دلتا جی صفر SO3 منهای دو تا انرژی آزاد جسم بشید SO2. درسته؟ چون هر دو تا ضریب 2 دارن. خب دلتا جی فقط عدد گذاری اینجا باید بکنید. جای SO3 عددش رو میذاریم و منهای دو تا جای SO2 هم عددش رو میذاریم. بازم تاکید میکنم که توی محاسبه اشتباه نکنید. دلتا جی صفر من در میاد منفی 140 کیلوجول. درسته؟ خب حالا تازه دلتا جی صفر هم به دست اومد. خب اینجا میذارم تو همون رابطه‌ای که به شما گفتیم دلتا جی صفر برابر است با منفی 5.709 لوگ کا. درسته؟ خب لوگ کا میشه طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول. طرف معلوم شما منفی 140 در اومد دیگه. درسته؟ اینم که منفی این عدد هست. در هم بر هم تقسیم میکنید یه عدد به دست میاد. بچه تازه این لوگ کا هستا، خیلی دقت کنید. من که کامل براتون لوگو عکسشو گفتم دیگه. شما فرض کنید اچ مثبت باشه، اگه لوگ کای شما برابر یه عدد باشه، برای اینکه من لوگو از بین ببرم یعنی این بشه کا، این عدد میشه 10 به توان این عدد. درسته؟ خب باز من اینجا یه اشتباه کردم و شما لطف میکنید خودتون تصحیح میکنید. درسته؟ عذرخواهی میکنم اشتباهات ما دیگه زیاد میشه، اینقدر تدریس‌ها زیاد شده که ما گاهی اوقات این اشتباه همه اینا رو من یه بار چک میکنم و می‌نویسم، باز متاسفانه اشتباه توش هست، بازم عذرخواهی میکنم. نگاه کنید من اینجا 24.52 بوده، مثبت بوده، من بالا اومدم منفی نوشتم و از راه منفی حلش کردم. خب الان توضیح میدم براتون. خب لوگ کا برابر این هست دیگه. شما میخواید لوگ از بین بره می‌نویسید کا 10 به توان این عدد دیگه. پس میشه 10 به توان 24 و 52 صدم. خب شما چیز خاصی نیست، مثلا میتونید 52 صدم هم حذف کنید بگید 10 به توان 24. درسته؟ پس میشه 10 جواب آخر میشه 10 به توان مثبت 24. ببینید اگه منفی بود من باید به این روش میرفتم، چون من منفی اعشاری رو قبول ندارم، باید به این روش میرفتم تازه به دستش میآوردم. درسته؟ خب پس لطفا خودتون تصحیح. حالا دو تا عبارت نوشتم براتون. اگر دلتا جی صفر در تعادل مقدار منفی بزرگ داشته باشد، به این معنی است که کای واکنش شما مقدار مثبت زیادی دارد و واکنش از چپ به راست به طور کامل پیشرفت می‌کند. خب نگاه کنید این یه نتیجه‌گیری کلیه. دلتا جی شما الان در من منفی 140. خب منفی 140 برای دلتا جی خیلی عدد منفی هست. درسته؟ معمولا منفی 1 در میاد تا منفی 5 در میاد. منفی 140 یه عدد منفی بزرگ. منم به شما گفتم زمانی که دلتا جی منفی باشه یعنی واکنش شما چیه؟ واکنشتون خود به خودیه، یعنی خیلی راحت پیش میره. دیگه حواستون باشه وقتی دلتا جیتون منفی بزرگه کارتون میشه کای خیلی بزرگ مثبت. درسته؟ ما میگفتیم هر زمان کای ما یه عدد بزرگی باشه
یعنی واکنش خیلی خیلی داره به سمت راست پیش میره، درسته؟ و واکنشتون خیلی راحت و خود به خودی انجام میشه. پس اگه شما اینا رو حذف کنید و همون جوابی که به شما گفتم k برابر است با 10^24 رو بنویسید، یعنی کای شما خیلی عدد بزرگی و واکنشتون خیلی راحت از چپ به راست پیشرفت میکنه. از طرف دیگر اگر مقدار دلتا جی صفر مثبت باشه، یعنی عکس این حالت بود، هم مثبت 140 بود، تازه کا یه عدد خیلی خیلی کوچیک میشد و نشون دهنده اون بود که واکنش معکوس، یعنی از راست به چپ یا همون واکنش برگشت دوست داره انجام بشه، واکنش رفت دوست نداره انجام بشه، درسته؟ پس اینجوری داره انرژی آزاد گیبس رو به ثابت تعادل وصل میکنه، درسته؟ پس میگه اگه دلتا جی منفی بود، ثابت تعادل یه عدد مثبت خیلی بزرگی میشه، درسته؟ یعنی واکنش شما خیلی پیشرفتش خوبه. اما اگه عددتون اینجا مثبت بود، کای شما همیشه مثبت منفی که نمیشه، یه عدد خیلی خیلی کوچیک میشه، مثلا این حالت میشه در -20، یعنی عدد خیلی کوچیک میشه. عدد خیلی کوچیکی که شد بنابراین باعث میشه که واکنش شما در جهت رفت پیشرفت نکنه، بلکه در جهت برگشت پیشرفت داشته باشه. خب مورد آخر رو هم بگم که تمرین حل کنیم و دیگه انشاءالله این مبحث رو هم به پایان برسونیم. ثابت‌های تعادل و دما. تنها موردی که میتواند روی ثابت‌های تعادل تاثیرگذار باشد دما هستند. برای بیان رابطه ثابت‌های تعادل و دما از رابطه زیر استفاده می‌کنیم. می‌خوایم بگیم که یه واکنش در دماهای مختلف ثابت‌های تعادل مختلف داره، درسته؟ خب می‌خوایم حالا اینو براتون توضیح بدیم که به هم دیگه ربط داشته باشن. مثلا یه واکنش خاص داریم، خب یه دلتایش خاصی داره. اینم آرک ثابت همون گازها هست که 8.314 اینجا هم براتون نوشتم. T2 T1 T2 T1 اینا چیان؟ T1 میشه واکنش اول دماست بر 8 کلوین، T2 هم که میشه دمای واکنش دوم بر 8 کلوین. اینم K2 به K1 که منظورمون ثابت تعادل واکنش دوم، یعنی در یه دمای خاص، ثابت تعادل واکنش اول در یه دمای خاص، درسته؟ خب این فرمول رو بلد باشید که بریم ازش سوال حل کنیم. خب یه مثال داره که در واکنش زیر کای پی در دمای 700 درجه سانتیگراد این مقداره، یعنی در دمای 700 من یه واکنشم پاس این مقداره، در دمای 1000 این مقداره. الف گفته مقدار دلتایش رو برای گستره دمای منتظر به دست بیارید. مقدار توی ب هم گفته مقدار کای پی رو در 800 درجه سانتیگراد به دست بیارید. خب من اول الف رو حل کنم. گفته مقدار دلتا اچ رو برای این گستره زمانی به دست بیارید. خب اولا واکنش CO2 به اضافه H2 میدهد CO به اضافه H2، حتما برگشت پذیره که من کا داشته باشم دیگه. خب من اینو خلاصه کردم، گفتم کای دوی ما 1.66، یعنی دمام که 1000 درجه سانتیگراده که همین الان تبدیلش میکنم به کلوین به اضافه 273 میکنم 1273. پس اومدم این داده‌های جدولمو خلاصه بندی کردم برای خودم. این T2 دیگه اون همیشه بزرگه رو T2 بگیرید، کوچیک‌تر رو T1 بگیرید. از نظر دما منظورم مثلا دمای کم و دمای زیاد. خب دمای زیاد من T2 الان به کلوینم تبدیلش کردم، کاتم کنارش نوشتم. خب دمای اولم که 700 درجه سانتیگراده اونم به اضافه 273 کردم، اونم به کلوین تبدیل کردم و کاتم جلوش نوشتم. حالا این داده‌های منه و راحت میذارم توی فرمول. خب توی فرمول میشد لوگ کادو به کای دیگه، کادوی من 1.66، کای که من که 63 صدمه. دلتا اچ صفر رو که ندارم، بقیه‌اش هم که خودش میشن 2.303، آرم که 8.314، اینجا T2 منهای T2 ضرب در T1 که دقیقاً جاتون عدد رو میشن. خب دیگه خودتون دیگه خلاصه کنید دیگه، این عدد رو در هم تقسیم کنید میشه 2.3، لوگش رو بگیرم میشه 14. خب اینجا هم که این دوتا رو از هم کم کنم میشه 300 تا، میشه 300 تا دلتا اچ رو کنار این قرار میده، اینا رو هم در هم ضرب میکنم یه عدد شد، درسته؟ عمدن انجامش دادم که حالا از نظر موضوعی دیگه مشکل نداشته. دلتا اچ میشه طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، یعنی این 14 رو در این عدد ضرب میکنیم تقسیم بر 300 که جواب کلی شما بر دلتا اچ در میاد 3 ضرب در 10 به توان 4. خب
الان بریم قسمت ب رو حل کنیم. خب نگاه کنید دلتا اچ به دست اومد. این دلتا اچ برای این گستره دمایی، یعنی گستره 700 تا 1000 دلتا اچ اینه. حالا شما برای 800 هم میتونید حساب کنید، برای 900 هم میتونید حساب کنید، اما خارج از این محدوده دیگه این دلتا اچ به درد نمیخوره. پس این دلتا اچ برای این محاسبه همین 700 تا 1000. خب الان به شما گفته کایتی رو توی 800 به دست بیارید. و شما از همین دلتا اچ که توی قسمت الف به دست آوردید میتونید جایگزین کنید و کار رو توی 800 درجه به دست بیارید. به این صورت شما دیگه حساب میکنید. یا کنید شما کار دمای 800 رو همینطور با 700 مقایسه کنید، همینطور با 1000 مقایسه کنید، فرق نمیکنه. شما یه دونه دو تا کام میخواید، دو تا تی میخواید دیگه، پس این 800 رو با یکیش مقایسه میکنید. من اومدم با دمای 700 مقایسه کردم و چون 800 بالاتر از 700 پس اونو گرفتم 32، اینو گرفتم 31. پس ببینید اگه شما 1000 رو در نظر میگیرید، 1000 که دماش بالاتره رو بگیرید 32، اون 800 رو بگیرید 31. درسته؟ پس حواستون باشه زمانی که این مقایسه رو دارید انجام میدید، اون دمایی که بالاتر هست رو بگیرید حتما 32 که براش کادو بنویسید. خب من الان 800 و 700 رو در نظر گرفتم. 800 رو در نظر گرفتم 32، بنابراین کادو رو که ازم خواسته ندارم. درسته؟ خب کاری که من که همون 763 صدمه. خب این عدد 3 در 10 توان 4 رو خودم تو قسمت الف به دست آوردم برای دلتا اچ 3. خب اینجا می‌نویسمش تقسیم بر 2 مایه 303 ضرب در همون آر یا ثابت گازا که 8 مایه 314. 32 منهای 31 32 ضرب در 31. اینو هم انجام میدم. حالا دیگه میام ساده سازی، اندرم ساده سازیشو انجام دادم، براتون تجربه سوالی تو امتحان اومد دیگه مشکل نداشت. میشه لوگ کادو به روی 63 صدم اینو از هم کم کردم، 100 رو در این ضرب کردم، میشه 3 ضرب در 10 به توان 6. اینا همه در هم ضرب کردم، میشه 2 ضرب در 10 به توان 7. البته مثلا میشه 1.99 من میشه 2 گرفتم. 2 ضرب در 10 به توان 8 اینو تقسیم میکنم میشه 15 صدم. پس لوگ کادو به روی 63 صدم برای شما در میاد 15 صدم. برای اینکه لوگ از بین ببرم، یعنی بشه کادو به روی 63 صدم، میشه 10 به توان این عدد، یعنی 10 به توان 15 صدم. خب 10 به توان 15 صدم راحتی ماشین حساب در میاد، عدد عشاری اما منفی نیست. خب خیلی راحت میتونید 10 به توان 15 صدم رو توی ماشین حساب به دست بیارید. پس کادو به روی 63 صدم شما میشه 1.4 که همون جواب 10 به توان 15 صدمه. خب کادو هم میشه طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، یعنی میشه 63 صدم ضرب در 1.4 که عددش براتون به دست میاد. پس کادوی شما یا کاری پی شما در دمای 800 درجه سانتیگراد هم به دست اومد. خب وقت ترمودینامیکی رو تموم شد. من تونستم در مورد هر فرمولی که به شما گفتم مسئله حل کردن که شما انشالله تو این قسمت هم دیگه مشکلی نداشته باشید. انشالله حتما جلسه آنلاینی هم اطلاع میدم. اگه دستگاه مشکلی نداشته باشه متاسفانه امروز نشد حالا جلسه آنلاین رو برگزار کنم، گفتم براتون حداقل آفلاین ها رو آماده کنم زودتر که دیگه مشکلی نداشته باشید. حتما اطلاع میدم و جلسه رفع اشکال آنلاین رو هم براتون برقرار میکنم. موفق و مؤید باشید تا جلسه آینده. خدا نگهدارتون. از جلسه دیگه میگفتم که من به حسب عادت میگم جلسه آینده، جلسه آنلاین ان شاء الله. خدا نگهدار.